یک منبع پایگاه خبری بامداد خبر داد که حکیموف امین قهوروویچ رهبر مغازه مشهور ولنا در شهر دوشنبه در سن 65 از بیماری کرونا ویروس وفات کرده است. با گفته این منبع چند پیش مادر امین حکیموف نیز از کرونا ویروس جان باخت و خود او در عرفه عید قربان ترک این دنیا کرد. دانشگاه دولتی کولوب روز 20 ایول از درگذشت اکادمیک سمرالدین کریموف خبر داد. رکتور دانشگاه میرعلی‌زاده درگذشت اکادمیک کریموف را تلفات بزرگ برای اهل علم و معارف تاجیکستان نامید. سمرالدین کریموف یگانه متخصص ساحه فیزیک در تاجیکستان بود که در مسائل فیزیکی نیم ناقل‌ها تحقیقات گسترده و ارزشمند انجام داده است. سمرالدین کریموف تمام عمر در دانشگاه کولوب کار کرده، سالهای 90 رکتور این دانشگاه بود. همسر او پروفسور عزتووا نیز در همین درگاه به دانشجویان درس می‌دهد. دکتر علم‌های بیولوژی پروفسور نموز بردیف نیز در سن 82 از کرونا ویروس جان باخت. 25 روز اخیر او با این بیماری نبرد کرد، ولی صبح 20 ایول درگذشت. پروفسور بردیف 23 ینوار سال 1939 در دهه میتون نویه اشتهان ولایت سمرقند به دنیا آمده. بعد ختم رشته بیطوری دانشکده کشاورزی سمرقند در اولهای سال 60 به تاجیکستان آمده و بیش از 6 سال عمرش را به این جمهوری بخشید. در گروه ورچی تاجیکستان در فیسبوک از مرگ نامزد علم‌های طب، طبیب نیوناتولوگ و استاد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بزرگ و نزاکت جلیلوف خبر دادند. به گفته نزدیکانش نزاکت بزرگ و 25 روز آخر در بیمارخانه یکم سویتسکی تحت دستگاه نفسکشی صنعی قرار داشت و با کرونا ویروس مبارزه می‌برد. لایحه خدمت رسانی‌های مجموع برای مادر و کودک در فیسبوک خبر داد که صبح عید سعید قربان دل کارمند این مؤسسه ایمچویف رستم زحمتکشوویچ از تپیدن باز ماند. رهبریت و کارمندان لایحه به اهل عائله، نزدیکان و پیوندان مرحوم با اظهار تسلیت صبر جمیل خواستند. درباره علت مرگ رستم ایمچویف چیزی گفته نمی‌شود. زهرا رسولووا در فیسبوک خبر داد که قلب سلامت علیمجانووا یکی از زنان معرفت پرور نویه شهرستان از تپیدن باز ماند. بنا به امور رسمی تا شام 20 ایول در تاجیکستان در عموم 14288 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، 114 نفر از این ویروس جان باختند. به این ترتیب حالا در کشور 313 نفر گرفتار کرونا ویروس تحت طبابت باقی میمونند. منتقدان بر اینند که امور رسمی وزارت تندرستی خیلی کمتر از شماره واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان است.